سلام دوستان، به کانال نکاتوپ خوش آمدید. اگر تلفن های موبیلی نمی داشتیم و تکنولوژی پیشرفت نمیکرد، پس از حادثه های جالبی که در گرد و اطراف ما روی میدهد خبر نمیافتیم. بعضی از آنها چنان عجیبند که تا با چشم خود نبینیم باورشان نمیکنیم. در این ویدیو این صحنه های جالب رو میبینیم. تا آخر ویدیو با ما باشید و برای دلگرمی ما لایک ماندن رو فراموش نکنید. ما ҳамарӯза бениҳоят зиёд маҳсулоти химиявиро истеъмол менамоем ва боз аз телефонҳо ва компютериҳои худ ҷудо намешавем ки ҳамаи инҳо ба саломатии мо зарали калон мерасонад. аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, хароб ва суст гардидани қувваи мардонагӣ, ҳамаи ин бемориҳоро бояд бартараф кард. барои ҳамин ширкати Азия Маркет барои даъвои ҳамаи ин бемориҳо доруҳои оригинал ва табииро пешкашатон менамояд. ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда, дарди буғуму мушакҳо ва дигар дардҳо кӯмак мерасонад. Ба ин номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳоро дастрас намоед ва агар аз канали NECATOP салом расонед, ба шумо боз тахфифи калон мекунанд. بعضی آدمان از بیکاری خسته شده میخواهند کارهای غیرعادی کنند و یکی از این آزمایش‌ها پرتافتن کرسی از بلندی است. آنها کرسی را از بلندی میپرتایند و چنانه که میبینید کرسی در این امتحان سربلند میشود. من انتظار بودم که اقلاً یک پایه اش شکند، اما پایه‌اش نشکست و برعکس خیلی زیبا به زمین نشست و وای هم نگو. با فکر محققان سازمان ناسا اگر این ویدیو رو ببینند به جای استفاده از پاراشوت از این پس کرسی را استفاده میبرند. زیستشناسان باغ وحش بلگیس تصمیم گرفتن زندگی شامپانزه های این باغ وحش را از دور با واسطه کامرا تحت نظر گیرند که این حادثه روی داد. این شامپانزه مثل یک سیستم دفاعی از راه دور موفق شد که این کامرا را به زمین پرتاید و بعد هم به آن نزدیک می شود و می بیند که آنجا چی گپ است. امیدوارم این میمون ها با این تکنیکی که به دستشان رسیده است بر ضد ما آدمان انقلاب نکنند. این برنده مسابقه خاکی بازی یکی از خوشبخت‌ترین آدمان جهان است، چنانه که می‌بینید توپ خاکی با فاصله فقط چند سانتی متر از پیش روی این برنده گذشته با کامرای نزدش میزند. تصویر خیلی خوب ثبت شده است. بیایید یک بار دیگر تماشا میکنیم. این مرد تا آخر عمر باید خدا را شکر گوید که آن لحظه سرش را به پایین خم نکرده بود. خطا دیدن یا فریب بینایی در حالتهای خیلی کم مشاهده می شود. مثلا به این صحنه نگاه کنید و بگویید که چی می بینید. با اون جزیره‌ای که در بین آب است اهمیت دهید. تا چند کامرا دور می شود جزیره کلان و کلانتر می شود. آیا عجیب نیست؟ حاضر من سببش را به شما می فهمونم. سببش در آن است که آب نزد جزیره تا رفت باریکتر شده اندازه جزیره را کلانتر نشان می دهد و کامرا تا چند که از دریا دور می شود جزیره را کلانتر ثبت می کند. حادثه گذر زمان خیلی جالب است و آدم میتواند حادثه هایی را که در چندین ساعت یا چندین روز گذشته اند را در چند ثانیه ببیند. در این ویدیو نشان میدهد که جزرومت دریا با لودکه هایی که در آنجا بسته شده‌اند چی خیلی تاثیر دارد. آب لحظه به لحظه کمتر می شود و لودکه ها در همانجا رها می شوند. شاید این بهترین راه نگهداری لودکه باشد، چون که دیگر هیچ کس آنها را دزدیدن نمیتواند. معمولا موسیقی نوازان آدمان جالب و با سلیقه هستند، اما این موسیقی نواز عجایبی را به درجه اعلا رسانده است. نام او تومیلی بوده، اهل امریکاست و هنگام موسیقی نواختن خودش و تمام اسباب‌های موسیقیش حرکت می‌کنند. اگر تا حالا سر به پایان ایستاده باشید می‌دانید که آدم در این حالت قابلیت حرکتیش را گم می‌کند، اما تومیلی در هر شرایطی کارش را خیلی خوب می‌کند. در یک کنسرت دیگرش تومیلی در زال یک راه هوایی را ساخته بود و خودش همراه اسباب‌های موسیقیش 180 درجه میچرخیدند و این در حقیقت حیرت آور است. تا حال چنین دستگاه را دیده اید؟ در آن پول گذاشته از چنگکش یک بار برای گرفتن این اشیاهای درونش استفاده میکنیم. این دستگاهی که میبینید نسبت آن دستگاه ها کلانتر بوده. فرقش این است که چنگک ندارد و خود شما به درون آن در آمده هر چیزی که خواهید را میگیرید. این دستگاه در چین ساخته شده است و آدمان زیاد در آن خاطره های گوناگون دارند. این پسرک هم توانست چند بسته خوراک را بگیرد و خیلی خرسند است. وقتی میگوییم که جمعیت چین زیاد است، آدمانی هستند که باور نمیکنند یا تصور کردن نمیتوانند.
یک خصوصیت مردم چین این است که کارهای دست جمعانه را دوست می‌دارند. این صحنه‌ای که می‌بینید 36,000 طلبه هستند که در یک میدان جمع شدند. همه آنها کانگ فو مشق می‌کنند و کسی جرأتی مقابله با آنها را ندارد. شاید این طلبه ها هنوز با اینستاگرام، فیسبوک و دیگر سایت ها آشنا نشدند وگرنه سرشان را از تلفن‌هایشان برداشتن نمی‌توانند. از بسین ها برای کارهای گوناگون میتوان استفاده کرد. در آن آب بازی میکنند، جشن میگیرند و حتی فوتبال بازی میکنند. اما اینجا یک استفاده دیگرش را میبینیم. ورتالیات آتش نشانی آمده ستیلش را از آب بسین پر کرده است که مأموریتش را انجام دهد و آتش را خاموش کند. و فکرم پیش از آنکه که ورتالیات به اینجا بیاید به مردم گفته بودند که از نزد بسین دور روند وگرنه وضعیت بد میشود. آبشار نیوگارا در مرز بین المللی کانادا و آمریکا واقع است و یکی از زیباترین طبیعت‌های روی زمین است. این آبشار بعد آبشار ویکتوریا در آفریقای جنوبی کلانترین آبشار دنیاست و سالانه 12 میلیون توریست از آنجا دیدن می‌کنند. شاید رسم‌های آن را در اینترنت دیده باشید و برایتان جالب نباشد، اما باید بدانید وقت‌هایی که هوا سرد می‌شود بعضی از قسمت‌های آبشار یخ کرده به این شکل می‌درآید. این صحنه در حقیقت زیباست و رنگین کمانی که در نزدیکیش حاصل می‌شود آن را زیباتر می‌کند. قید کردن با مورد است که سالهای 1848 و 1912 این آبشار با پررگی یخ کرده بود و همه را حیران کرده بود. با فکر شما یخ کردن نوبتی آن کدام سال روی خواهد داد؟ جواب‌های خود را در کامنت‌ها نویسید. با ویدیو اهمیت دهید و یک صحنه جالب را می‌بینید. اینجا پیرمردی که دلش خیلی جوان است تا بازی دارد، اما جای جالب ویدیو را هنوز ندیده اید. این پیرمرد را ببینید که از تاپ چخل میپرد. کسانی که در سن و سال او هستند به این گونه بازی ها میل ندارند، اما او کاری دوست داشته‌اش را کرده است و شاید به خاطر این زنده دلیش نبیره‌هایش خیلی دوستش می‌دارند. در تمام کنسرت ها و فستیوال ها ماموران امنیتی هستند که همه چیز را تحت نظارت میگیرند. با لباس های خاص در یک گوشه ایستاده قواقویشان را میاندازند و با کسی حرف نمیزنند. اما بعضا این بیچاره ها هم میخواهند کمی خرسندی کنند. مثلا این ماموری که اینجا ایستاده است یک بار دلش میخواهد که با این زن برقصد و دیگر دوستانش هم با او همراه میشوند، اما اونجا یک مامور دیگر هم هست که قواقی ایستاده است و رقصیدن نمیخواهد. به فکرم او رئیس آنها است و از کار آنها ناراحت شده است، اما متاسفانه راه خرسندی را چیزی گرفته نمیتواند. تمام آدمان باید ورزش کنند و به سلامتی خود اهمیت دهند. میبخشید خطا گفتم. تمام موجودات باید ورزش کنند و به سلامتی خود اهمیت دهند. شاید این سگ یاد گرفته است که به جای دویدن در کوچه ها و چرکین کردن راه ها مثل یک ورزشکار با تجربه این گونه روی اسباب ورزشیش بدود. آفرین به صاحبش که فرهنگ ورزش را به سگش آموخته است. شاید همه شما صدای قورباغه را شنیده باشید، اما یگان بار دیدید که وقتی آواز خواندن چگونه می شود؟ فکر نمی کردم که آواز برآوردن این حیوان دوزیست چنین جالب باشد. البته این صداها بیهوده نیستند و قورباغه ها برای جفتیابی این صداها را میبرند. حالا فکر کنید که چند هزار قورباغه یک جای جمع شده آواز خوانند، چی گپ می شود؟ شاید یک زمین جنبی یا یک سونامی خردکک به وقوع آید. در ورزش بولینگ نه همیشه به هدف میزنند، اما اگر ورزشکار با تجربه باشد با یک حرکت میتواند تمام پینها را چپه کند. اما این کار آسان نیست و برای این کار باید تجربه خوب داشته باشید. این مردی که میبینید 12 بار این کار را کرد و میداند که برای این کار چی سر پنهان است. او در 89 ثانیه 300 بال گرفت و رکورد را زد. او توپ بولینگ را چنان میچرخاند که به مرکز پنها میزند و همه آنها را میغلطاند. فکر کنید که در محل کار نشسته اید و با کارهای خود مشغولید. یک باره یک هواپیما را میبینید که با سرعت زیاد به اتاق کار شما نزدیک می شود. کسی که این ویدیو را ثبت کرده است شاید انتظار بوده است که عزرائیل به سراغش بیاید و الکی کلمه شهادتین را خوانده بوده است. خوشبختانه خلبان هواپیما را کنترل میکند و حادثه روی نمیدهد. این فقط یک مشق هوایی در استرالیا بود که خیلی ها را ترسانده بود. تشکر از کسانی که تا آخر ویدیو با ما بودند. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما حتما به کانال ابونه شوید. لایک موندن را فراموش نکنید.